تا حالا شده که تو زندگی نادیده گرفته شی؟ نه. بود؟ آره خیلی. کی بیشتر از همه شما رو نادیده میگیره؟ پدرم. دوستای مدرسم. بگو. مادر. وقتی تو رو نادیده میگیرن چه احساسی به دست میده؟ حس خیلی بدی بهم دست میده. سخته. یکم. اصلا قابل گفتن نیست. احساس حقارت میکردم بیشتر فکر کنم. وقتی دیده نمیشی چیکار میکنی؟ معمولا میریزم تو خودم. خیلی وقتا شده که گریه کردم. میرم از اونجا. اگه اون محل خونت باشه چیکار میکنی؟ نه دیگه سعی میکنم بسوزم و بسوزم. ما بچه های شما هستیم. ما رو ببینیم. مرا ببین.